شخصی را دشنام دادم و به مادرش نسبتی بد دادم. میگوید ابوذر رضی الله عنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آن دم فرمودند ای ابوذر، به مادرش نسبتی بد میدهی؟ یعنی که پرسیدند که تو مادر او را طعنه میزنی و به خود او دشنام میدهی؟ و در دوام گفتند هنوز اخلاق جاهلیت در تو موجود است. یعنی گفتند که تو هنوز هم از همان اخلاقی که پیش بود در تو موجود است، یعنی که از تو دور نشده است. جاهلیت زمانی پیش از اسلام، زمانی که حالا مردم از آداب و اخلاقی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می گفتند خبر نداشتند. مزدوران شما برادران شما هستند، خداوند ایشان را زیر دستان قرار داده است. یعنی آنهایی که در زیر دست شما امروز کار میکنند آنها نیز برادران شما هستند. تنها خداوند با آنها چنین تقدیر داده است، یعنی که آنها در این حیات کسی است در بالا می ایستد، کسی در پایان می ایستد، لیکن نوابسته از این چی کسی که در زیر دستی کسی کار میکند و چی کسی که در زیر دستی خود 10 نفر 20 نفر را کار میفرماید، نوابسته از یگان چیز آنها با هم برادر هستند، یعنی که آنها برادر یکدیگر هستند. کسی که برادرش نزدش مزدور است از طعامی که میخورد به او طعام بدهد و از لباسی که میپوشد به او لباس بپوشاند. یعنی که کسی که برادرش در دستی او کار میکند، در نزد او در زیر دستی او کار میکند، او باید که از همان طعامی که خود میخورد آن برادرش را نیز از همان طعام بخوراند و از آن لباسی که میپوشد باید که با او نیز چنین لباس بپوشاند و به کار بالاتر از قدرتش او را امر نکند. یعنی که کاری را که بر جان او زوری می آرد، یعنی که او از اجرای همین کار نمی براید، باید که این گونه کار را با او نفرماید و اگر امر می کند با او همکاری نماید. یعنی که اگر همین گونه شد که او کاری را با او فرمان داد که او خودش در تنهایی از عهده این نمی براید، اگر که این گونه کار را با او بفرمود باید که با او همراه شود و در این کار با او یاردم کند. از ابوبکر رضی الله عنه روایت است که گفت از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند وقتی که 2 نفر مسلمان با اسلحه خود به جان هم می افتند، آن که بکشد و آن که کشته شود هر دویشان در دوزخند. یعنی که ابوبکر رضی الله عنه می گوید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که وقتی که 2 برادر مسلمان بر ضد هم با اسلحه می آیند، یعنی که با نیتی کشتن یکدیگر به جنگ می برآیند و در این حالت گفتند آنی که کشته شود و آنی که می کشد هر دو یک جای در دوزخند. یعنی که چی کسی که کشته شود چه آن کسی که آن دیگری را می کشد هر دو به دوزخ می روند. بعدا ابوبکر رضی الله عنه می گوید که گفتم ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، آن که می کشد درست، ولی گناه آن که کشته می شود چیست؟ یعنی که ابوبکر رضی الله عنه با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که بله آنی که می کشد یعنی کاری خوب نکرد و برادری خود را کشت، این کو فهما است که برای چی او به دوزخ می دراید.
ولی آنی که کشته شد یعنی که او را کشتند، او گناه چی گناه دارد؟ برای چی او به دوزخ می دراید؟ او که کشته شد دیگه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند او هم قصد داشت تا آن دیگری را بکشد. یعنی که آنی که کشته می شود او نیز به این جنگ به کدام خاطر آمد؟ به همان خاطره که این برادرش را بکشد. یعنی که آنها هر دو یک مقصد داشتند، کشتن همدیگر. چه کسی که کشته شد و چه کسی که کشت. یعنی که آنها از یکدیگر یگان فرقی ندارند، هر دو با نیت کشتن هم آمدند و یکی پیروز شد. از همین خاطر این هر دو به دوزخ می دارند. از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند چون این قول خداوند که کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را به ظلم آمیخته نکردند، یعنی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که چون این قول خداوند که یعنی که خداوند میگوید که کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را به ظلم آمیخته نکردند. انعام 82. یعنی که آنهایی که ایمان آوردند و پس از آنی که ایمان آوردند به کسی ظلم نکردند، به کسی ناعدالتی نکردند و ایمان خود را از ظلم نگاه داشتند، دور نگاه داشتند. یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هنگامی که این آیت نازل گردید گفتند کدام یکی از ماست که ظلم نکرده باشد؟ یعنی که چی کسی هست که در این دنیا کسی از بین ما هست که ظلم نکرده باشد؟ این گونه آدم هست. و همان بود که این آیه کریمه نازل گردید به تحقیق که شرک ظلمی بزرگی است. لقمان 13. یعنی که پس از آنه که این سوال شد به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که کیست که بین ما ظلم نکرده است، آیت نازل گردید که در آنجا گفته شده است که به تحقیق که شرک ظلمی بزرگی است. یعنی که شرک ظلم کردن نه تنها یک کس را اذیت دادن، یک کس را زدن، بلکه شرک نیز یکی از ظلم‌های بزرگترین به حساب میره. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند علامت شخص منافق 3 چیز است: چون سخن بزند دروغ میگوید، و چون وعده بدهد وعده خلافی میکند، و چون به او امانت داده شود خیانت میکند. یعنی که شخصی که منافق است چگونه او را بشناسیم، چگونه پی ببریم، چگونه معلوم کنیم که این شخص منافق است؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم 3 نشانه این شخص را برای ما و شما گفتند که از روی همین میتونیم بفهمیم که این نفری که همراه ماست، نفری که با او همکاری داریم، نفری که با ما زندگی دارد، نفری که در نزد ماست منافق است. این کدام خصلت ها، کدام چیزهایی که معین میکند که شخص منافق است؟ یعنی که 3 چیز: این شخص دروغ میگوید، وقتی که یگان چیز را وعده میدهد وعده خلافی میکند، و چون وقتی که چیزی را به او امانت میگذاری او به این امانت تو خیانت میکند. این گونه شخصان را میگویند که شخص منافق.
از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند 4 چیز است که اگر 4 چیز است که اگر در شخص موجود شود آن شخص منافق خالص است و اگر یکی از آنها در وی موجود شود وی خصلتی از خصلت‌های نفاق متاسف گردیده است مگر آن که آن خصلت را ترک نماید. یعنی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که 4 چیز است، 4 خصلت است، 4 رفتار است که اگر در یگان شخص همین 4 تا دیده شود او منافق خالص است، یعنی که گمراهی تیار است. و اگر گفتند در شخصی که از همین 4 خصلت تنها 1 تاش موجود باشه او دارای یکی از خصلت‌های منافق است تا همان دمی که او آن خصلت را ترک نماید، یعنی که این کار را، این رفتار خود را از خود دور کند. و کدام چیزها این 4 چیز، این 4 خصلت؟ یکم، چون امانت به دستش داده شود در آن خیانت میکند، یعنی که یگان چیز را با او باوری میکنی میدهی امانت او به این خیانت میکند. و وقتی که سخن بگوید دروغ میگوید، یعنی که وقتی که چون سخن به او داده شود این شخص دروغ میگوید. و وقتی که عهد و پیمان ببندد عهد شکنی میکند، یعنی که هر آندمی که او یگان وعده میدهد، یگان شرطنامه میبندد، با یگان کس یگان گفت و شنید میکند، البته حتما در آن با آن چیزهایی که در آنجا خلاصه برآورده شده بود با این گفته هایش نمی ایستد، یعنی که شرطنامه خود را می شکند، وعده های خود خلاف میکند و آن چیزی که گفته شده بود، مصلحت کرده بود، با آن چیزها اطاعت نمی کند، آنها را ویران می کند. و در وقت جنگ و جدال فحش و دشنام می دهد، یعنی که هنگامی که جنگ می کند با کسی یا اینکه داد و فغان می شود او دشنام می دهد، یعنی که این 4 خصلت. به امانت خیانت می کند، در سخن دروغ می گوید، به عهد و پیمان خود عهد شکنی می کند و در وقت جنگ او دشنام می دهد. و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که در شب قدر خاص برای خدا قیام نماید، یعنی در شب قدر نماز بخواند، گناهان گذشته‌اش بخشیده می شود. یعنی که انسانی که شب قدر خالصاً برای خداوند، تازه برای رازگی خداوند نماز میخواند، عبادت میکند، گناهان او، یعنی که تا این دم چه گناهی کرده بود، از جانب خداوند بخشیده میشود. انشاءالله دعا گویم که خداوند گناهان هر یکی ما و شما را آمرزیده باشد و ما را برای راست هدایت نماید. خیلی خوشحال می شویم اگر شما به شبکه یوتیوب ما با نام برادر مسلم آبونه شوید تا از نوارهای نمبتی ما به خبر نمانید، آنجا زنگولچه را نیز پخش نمایید. و همچنین شاد می شویم از آنه که شما نوارهای ما را و همچنین این نوار را در شبکه‌های اجتماعی به مانند وایبر، واتساپ، ایماف، کانتکت، انکلاسنیک، فیسبوک و دیگر
و دوستان خود نیز پهن کنید تا اینکه آنها نیز از سخن حق با خبر شوند. خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.